مردی برای خدمت به مردم اینجا سختی راه را به جان می‌خرد، غافل از آنکه نمی‌داند گروهکی تروریستی در کمین نشسته و کمر به قتل او بسته. بنده خودم به این گروه که جیش العدل وابسته شدم و به عضویتش در اومدم. نام خود را جیش العدل گذاشته، اما بومیان منطقه گروهک را با ظلم‌هایش شناخته. وقتی ما از پاکستان که برگشتیم، گروهک به ما چند قبضه کلاش داد. کسانی که خارج از مرز آموزش می‌بینند، داخل کشور تجهیز می‌شوند تا برای کشتن هموطن شریک دشمن شوند. تصمیم گرفتیم که بخشدار گوهرکو را بزنیم که گفتیم با دولت همکاری میکنه. جرمش این بود که با دولت برای حل مشکلات مردم همکاری میکرد. امید تصمیم میگیره که واسه اینو بکشه. بعدش امید و وحید رفتن یک جای وایستادم. وقتی که از جبل را شد، اینوس پیام داد داره میاد. رد او را زدند، در جاده غافلگیرش کردند. اومد و زنگ زدم بینا که گفتم بخشدار داره میاد و شما دیگه برید تو جاده برید که اومد بزنیم. گفت باشه. پسر روایت میکند که چگونه پدر را در این مسیر شهید میکنند. همینجا وایس ماشین اینجوری وسط بود، یکم اینورتر بود، اینجا که درشو باز کرده بودن اینجا یکم خون ریخته بود. تروریست ها میگویند چگونه عظیمی را به رگبار بستند. وقتی که رسید میخواست سبقت بگیره، امید شلیک کرد. من راننده بودم، 3 تا یا 4 تا از جلو داد، دوباره که رفت وسط جاده واسطه و 2 تا تیر زدیم، اینطوری انداختم پایین. 8 تیر به ماشین زده بودن که 5 تاش به پدرم اصابت کرده بود. عظیمی بخشدار گوهرکوه به شهادت میرسد، اما نمیمیرد. یاد او به دلیل اقدامات او زنده میماند. یعنی 24 ساعت یشی به خدمت آورد. در میان همکارانش، در میان مردمی که در مزارش نشان دادند در کدام جبهه قرار دارند. مردم واقعا سوختن. الان شما تو تشییع جنازه‌ش هم که اگر فیلماشو نگاه بکنید میبینید که این خیر عظیم جمعیت اکثرا از گوهرکوه بودن. اقشار مختلف بودن از شهرها اطراف، شیعه و سنی. به نظر من این حضور هم یک به همین خاطره که مردم میخوان این رو برسونن، این مطلب رو که ما از این اعمال بیزاریم. نه تنها جامعه که خانواده نیز جز خیر از او ندیده. شهید خیلی خوش اخلاقه و خیلی هم علاقه به شهادت داره. آی رفته در راه خدمت جواب گلوله بیده و من 6 دانک زگ هم داریم. حالا 6 فرزند در بهار زندگی خزان نبود پدر را تجربه می کنند. دو قلوهایی که چشمشان به این دنیا بدون دیدن پدر باز شده. از هیچ چی دریغ نکرد به مردم، واقعا متاسفانه آخر شهید کردن بیگناه. گروهک تروریستی عظیمی را به شهادت نرساند، به مردم اینجا شلیک کرد که وزنه‌ای در خدمت رسانی را از دست دادند. وزنه بود برای مردم شهرستان خاش و شهرستان تفتان که دغدغه داشت برای امنیت مردم. مدیری بومی، مردمی، محلی با دغدغه ملی که نشان می‌دهد دشمن چشم دیدن یک میهم پرست را ندارد. شهید عظیمی که از جنس مردم بودن، از خود منطقه بودن، واقعا به چه گناهی شهید شدن. امروز پشت این گروه ها اسرائیل هست، آمریکا هست. یعنی منش این خدا گروهه که نسلا زیان کرد، خدا گروهه که برای همیشه زیان کرد. مگه ایشان چه گناهی کردن؟ 10 دانک سرباز که خدا شهید کردن، اما مگه چه گناهی کردن؟ همه که منو بیچاره کردن، گو 6 دانک زگا. منش خدا آن بیچاره کن، گروهه که منش خدا بیچاره کن و منش این گروهه که اسید سرش بچه. اما دست عدالت پروردگار روزی از آستین روزگار دامن این تروریست ها را خواهد گرفت. فصل پریشان شدنم را ببین، گرچه هیچ مجازاتی پایانی بر دلتنگی دختری برای پدر نیست. قتل و کشتار چیزی است که در دین اسلام جایگاهی ندارد و از آدم کشتن، از کشتن مأمور، از کشتن خدمتگزاران، خب این انصاف نیست که دست به ماشه برد برای اینها که اینها شهروندان کشور هستند و مسلمان هستند. حالا هر قطره از خون شهید بر پیکر شهر تزریق شده، مردم را بیدار و بیزار از این گروهک ها کرده. خون این شهدا باعث شد که ما مردم بیشتر منسجم بشیم، بیشتر با هم دیگه ارتباطات بگیریم و در کنار حافظان امنیت وایسیم. دست نیروی امنیتی یعنی در مکان تقدیر و تشکر ویژه میشه، یعنی بخصوص وزارت اطلاعات. بالاخص از سربازان گمنام کسایی هستن که واقعا دارن زحماتی میکشن که هیچ جا اسمشون گفته نمیشه.